یعنی مهاجرا هم از این بدبختی خالی نیستن. چرا این مهاجرا از تاجیکستان آمدن، الکه چی؟ الکه ویروس زده شده. یعنی مغز و عصب اینا چی؟ الکه دارای ویروس است. چگونه ویروس؟ ویروس خراب، یا ویروسی بدتر از ویروس کرونا. اینا با مثل رباتن، اینا با مثل زامبیان. وقتی گفتن که زن، اینا میرن. خب ربات است، ربات دیگه اگر شما فرمان داده که پیش میرد پیش، زن میزند، نزن یعنی کنوپکا دارن دیگه، هم کنوپکاشون زیر کردی رفتن میگیرن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که دنیا تا اون وقتی وجود دارد که برای یک جوان امروز مقدس انمون چی است؟ کومیر، یا انمون یک تلویزیونده، یا یک رقاصه، یا که یک حافظه، یا یک خواننده تاجیک است. دیگه خدا، کتاب، قرآن، پیامبر، پدر مادر، وطن برای این عده، برای این گروه پاکلین پیپسی و پاکلین قدم قربان اقدسیت و مقدسات وجود ندارد عزیزان. درد ما هم از این است. تلویزیون تاجیکستان صبح وقتی روشن میکنی شروع میشه با خب همون نفر بسیار مشهوری، خواننده بسیار معروف و محبوبی ملت و خلق تاجیک، قدم قربان. به خدا من شرم میدارم از همه آدم شرم میدارم. همین را تاجیک گفتن شرم میدارم. ولی خب ببینید جوانای ما چند وقت قبل مثلا میگفتن پاکلین پیپسی، پاکلین پیپسی. پاکلین پیپسی جوانای هستن که مثلا مثل رابطن، زامبیان، فقط کامپیوتر یا تلفن و چند کاری دیگه، خوردن و خواب رفتن و حاجت خانه رفتن. ولی امروز من این پاکلین را مادم پاکلین قدم قربان. ببینید وقتی مثلا فرهنگ یک کشوره یا نفر مثل قدم قربان نمایندگی میکنه، این شرم ملت است، شرم ملت ما است. چرا؟ این نفر ساخته است، این نفر جعلی است. این را مخصوص گذاشتن که همین جوانای ما همشون چی؟ چون ما که جوان بودیم مثلا وقتی فیلم های چی بگم امریکایی را تماشا میکردیم، فیلم های بروسلی نمیدونم همینا را، خب بسیار آرزو میکردیم که ما همچی کاراته یعنی ورزشکار شویم و زور شویم و چند نفر مثلا مشتلقات بزنیم. ولی امروز جوانای ما آرزوشان همین است که چی بشن؟ قدم قربان شوند. و همون سرودی بسیار معروفی که امروز در تبلیغات و در رکلام هست، پس پاوراد یا پشت پاوراد نمیدونم چیزی نام دارد، همین را مثلا صاحب شوند. و حتی عکس این نفر در تبلیغات ها در تابلوهای کلان شهر دوشنبه هم دیدن ممکن است. ببینید یعنی این هم موضوع جعلی است. چرا؟ برای خراب کردن مغز جامعه، برای خراب کردن مغز جوانان. چرا نمیگذارن مثلا صورتی یا عکسی سعدی شیرازی یا حافظ شیرازی یا ابو عبدالله رودکی یا حداقل مثلا استاد لایق شیرعلی بعد از سال 90 92 93 ما یک عده، یک گروه از جوانان، یک نمودی از جوانان آمدن روی صحنه سیاسی و اجتماعی کشور که باور کنید جستی چپشون از راست فرق کرده نمیتونن. با مثل همین اوانگارد، یعنی اینا با مثل رباتن، اینا با مثل زامبیان. وقتی گفتن که زن، اینا میرن. خب ربات است، ربات دیگه اگر شما فرمان داده که پیش میرد پیش، زن میزند، نزن یعنی کنوپکا دارن دیگه، هم کنوپکاشون زیر کردی رفتن میگیرن. همین اوانگارد و پاونگارد و همینن. اینا دیگه یعنی توانی فرق خوب از بد ندارن. چرا که کامند دادن که بزن، کامند دادن که حقارت کن، کامند دادن که فوسته. یعنی پاکلین قدم قربان همین. بنابراین من شرم میدارم، من از این پاکلین شرم میدارم. علم، حکمت، نماز، روزه، زکات و حج، خدا، پیامبر، مقدسات وجود ندارد. همین قدم قربان چند وقتی پیش اومده بود مسکو و گفتن که کنسرت قدم قربان، همین تاکسیران ها، همین تاکسی زده ها، همین روز تا بگه تاکسی میزنن. خب با 1000 مشقت پول میابن. ولی باور کنید این نوارا در همین یوتیوب هست. یک رقاصه فاحشه را همراهش آورده است، رقص میکند. همین تاکسی ها 50,000 بالای رقاصه چی باریده است. از حساب همین
زحمتی که همین تاکسی ها میکشن 5000. خب این رقص و بازی تا صبح دوام کرده است. مهاجرای محترم، می شود گفت نامحترم، شما اما عذاب و عقوبت خودتان فکر کنید. با چه عذاب و زحمت شما پول مییابید؟ شما بالای لزوه، بالای سوزن یا بالای همون رشته قرار دارید. ما و شما، زندگی ما و شما، زندگی مرگ ما و شما، همه روزه 10-15 تا مرگ مرده ما در همین مسکو و مسکوسک اوبلاست داریم. چرا شما خدا رو یاد نمیکنید؟ چرا شما وقتی که از خانه بیرون میشید با نام خدا بیرون نمیشوید؟ چرا؟ یگان گارانتی برگشتنتون نیست. ولی وقتی یه نفر فاسق میبیاد از کجایی، حتما شما اونجا پیدا میشید، حتما 5000 و 10000 و 20000 بالا یک رقاصه دیگر. خب رقاصه را پول باران میکنید، فکری برگشت نمیکنید. یعنی مهاجرا هم از این بدبختی خالی نیستن. چرا این مهاجرا از تاجیکستان آمدن، الکای چی؟ الکای ویروس زده شدن. یعنی مغز و عصب اینا چی؟ الکای دارای ویروس است. چگونه ویروس؟ ویروس خراب، یا ویروسی بدتر از ویروس کرونا. اقبال چی میگه؟ شما اقبال رو میدونید. حضرت اقبال میگه ظالمم بر خود ستمها کردم، شعله را در بغل پروردم. یعنی من همون ظالم هستم که یک آتش در بغل خودم چی؟ پروردم. سینه اصری من از دل خالی است، میتپد مجنون که محمل خالی است. یعنی امروز وقتی میبینی جوانا و قلب جوانا از دل خالی است، دل نیست. چی است؟ دل که خالی شد زمیر آن نگار، سنگ استنجای شیطان از شمار. قلبی که مهر و خداوند در او وجود نداشته باشد، سنگ استنجای شیطان از شما. شرم دار از آن که داره ای دغل، سنگ استنجای شیطان در بغل. امروز پکلین پیپسی ما به جای قلب چی دارن؟ سنگ استنجای شیطان. شرم دارید جوانان، به خدا قسم شرم دارید. این بدن لرزی و این رقص و رقاصگی شما را من دیدم. رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگه که دنیا تا اون وقت وجود دارد که مرد خواننده و رقاصه نشود. یعنی وقتی که مردها رقاصه شدن، مردها خواننده شدن، دیگه چی؟ آمین و فاتحه این دنیا را بخوانید. بنابر همین عزیزا، سینه اصری من از دل خالی است، میتپد مجنون که محمل خالی است. امروز کوشش کنید که بیشتر خدا را یاد کنید. کوشش کنید که خب پایبند دین باشید، پایبند خب دیگه راهی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله انتخاب کرده است و او راه رفته است، پایبند اون باشید. پایبند قدم قربان و پکلین پیپسی نباشید عزیزو.